عزیزان توی هر قسمتی از شهر سندیگو یه تپه‌ای مثل اینجا هست که بهش میگن قسمت ریخت آشغال. کاری که میکنن میان یه قسمتی از تپه برمیدارن، یه پلاستیکای حس میندازن، بعد خاک میزن، بعد میان آشغالا میزن روی پلاستیکا با خاک، آشغال خاک، آشغال خاک، آشغال خاک، آشغال خاک، بعد توش لوله میذارن. اون لوله ها میبینی این لوله ها میکنن وسطش آشغال. وقتی که بعد از یه مدت زیر خاک باشه گاز تولید میکنه، یه نوع گازی به نام متین. این گاز ها میبینید تمام تو سینه ایتولا لوله زدن، میبینید این لوله ها میبینید. بعد تمام این لوله ها که گاز ها رو جمع میکنه، سوراخ در جمع میکنه، لوله رو میبره کجا؟ بالای او تپه. نگاه کنید این لوله داره میره بالای تپه، این لوله توش گازه و بالای این تپه یه توربین گذاشتن، گاز توربینه با گاز میسوزه و برق تولید میکنه برای شهر. این کار تو تمام جای ایران میشه انجام داد. چیزای سبز هم که میارن اینجا خدمت شما عرض کنم، این لودر میبینی یه مقداری خاکی با اینایی که خرد کرده مخلوط میکنه، خاک کشاورزی خوب به وجود میاره، خاکی که هم مواد گیاهی داخلشه میدن به کشاورزا برای خودشو ببرن. میبینیم اون چوبانه که خرد کرده، این هم خاک سنگ‌ها جدا میکنه، خاک درجه یک به وجود میاره که برای کشاورزی استفاده بشه. به خدا این سیستمی به راحتی میشه تو کازرون انجام داد. این سیستم خیلی، ما هم اومدیم امروز آشغال بریزیم، این سیستم قشنگ میشه تو خود شهر خود ما هم انجام. خدا شاهد، ما حاضرم تمام نقشه‌هاش، تمام چیزهاش بیارم آقای شهردار شهر کازرون بیا این کار انجام بده. نه هزار آشغال بریزن تو جاده دوم، نه هزار آشغال بریزن تو جاده خروجی کازرون کمربندی. این آشغال ها میتونی ازش پول در بیاری، میتونی گاز تولید بکنی، میتونی خاک کشاورزی خوب تولید بکنی، میتونی کودک تولید بکنی. نمیگیرین چون نمیخواین قبول بکنی. ما حاضرم بیام سیستم تو کازرون با یه 2 تا سرمایه گذار کازرونی این سیستمی بذاریم و خدا هم منبع درآمد میشه برای کازرون، هم کارگیش میاد. این آدم با شرافت میبینه این هم اومده کار میکنه، حتی خواست بیا کمک بکنه. My friend, what's your name? Marcelin. You from Mexico? مارکلین بچه مکزیکوه، خیلی آدم باحالیه، سالاست ما میشناسیمش. میگه پرشینا آدمای خیلی خوبی هستن. Me gusta. Usted buena persona.